سلام، به کانال آینه عبرت خوش اومدید. داستان امشبم یه داستان واقعی و تأمل برانگیزه و پیشنهاد میکنم تا آخر همراه من باشید. سعید و زهره توی دانشگاه با هم آشنا شدن و ازدواج کردن. یه زندگی عاشقانه رو شروع کردن و غرق خوشبختی بودن. اما بعد از گذشت چند سال متوجه شدن که بچه دار نمیشن. این اتفاق خدشه‌ای به عشقشون وارد نکرد، ولی زهره مدام نظر و نیاز میکرد و پیش دکترای مختلف میرفت. تا اینکه بعد از 11 سال که از ازدواجشون میگذشت صاحب فرزند پسری شدن. سعید و زهره عاشق هم بودن و پسرشون رو خیلی دوست داشتن. وقتی پسرشون حدوداً 2 ساله بود، سعید بطری باز یه دارو رو وسط آشپزخونه دید و چون برای رسیدن به محل کار دیرش شده بود، به زهره گفت که درب بطری رو ببنده و اونو بذاره تو قفسه. زهره اون روز خیلی درگیر کار بود و موضوع رو به کل فراموش کرد. پسر بچه بطری رو دید و رنگش توجهش رو جلب کرد. به سمتش رفت و همش رو خورد. دچار مسمومیت شدید شد و به زمین افتاد. زهره سریع اونو به بیمارستان رسوند، ولی شدت مسمومیت به حدی بود که متاسفانه کودک جان باخت. زهره بهت زده شد و خیلی هم از اینکه با سعید مواجه بشه وحشت داشت. وقتی سعید با حال پریشان به بیمارستان اومد و دید که فرزندش از دنیا رفته، رو به زهره کرد و سرش رو بغل کرد و فقط 3 کلمه به زبون آورد. فکر میکنید اون 3 کلمه چی بود؟ سعید فقط گفت عزیزم دوستت دارم. عکس‌العمل کاملا غیر منتظره سعید یک رفتار فراکنشی بود. پسر بچه مرده بود و برگشتنش به زندگی محال. هیچ نکته‌ای برای خطاکار دونستن زهره وجود نداشت. به علاوه اگه سعید وقت میذاشت و خودش بطری رو سر جاش قرار میداد اون اتفاق نمیافتاد. زهره هم تنها فرزندش رو از دست داده بود و تنها چیزی که در اون لحظه نیاز داشت دلداری و همدردی از طرف شوهرش بود که سعید ازش دریغ نکرد. خیلی وقتا هر اتفاقی که میفته ما فقط وقتمون رو صرف پیدا کردن مقصر میکنیم. به خصوص افراد کمالگرا اینجوری هستن، چون همیشه میخوان نشون بدن که کاملا و مقصر کس دیگه ای بوده. اما پیدا کردن مقصر واقعا چه دردی رو دوا میکنه؟ به علاوه در اکثر موارد همیشه مقصر یه نفر نیست و ممکنه چند نفر دخیل باشن. ما نباید فراموش کنیم که باید یک کمی ملایمت و تعادل برای حمایت از روابط انسانی داشته باشیم. نبخشیدن عزیزانتون فقط غم و درد و رنج و چند برابر میکنه. اگه هر کسی بتونه با این نوع طرز فکر به زندگی نگاه کنه، متوجه میشه که مشکلات اونقدر هم که فکر میکرد بزرگ نیستن. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. حتما نظرت رو برام کامنت کن و اگه دوست داری داستان بعدی داستان تو باشه، از طریق تلگرام با من در ارتباط باش.